درودی فراوان خدمت شما برابچه دوست داشتنی. حالتون چطوره؟ توی این ویدیو میخوایم بریم با ترکیب پکا بریج اسپم، ترکیب همیشگیمون، توی این دفعه رنگ کاپ کنیم و اگه خدا بخواد به چمپیون 7 برسیم، یعنی همون لیگ 7. پس بی معطلی بریم تو کارش. راستی من تیرم لول 15 کردم، با الیت کارتایی که از اینجا میگیریم میتونم زپ هم تقریبا لولش رو 15 کنم. بی معطلی بریم تو کارش. خب برای مچ اول آقای برادلی بهمون خورد، معذرت میخوام. بچه ها ببین اول بازی زیاد دوتا اسپل جالب نیست، پس ما میخوایی یه زپ روی تاور حریف میزنیم واسه شروع، ببینیم چیکار میکنه. خب احتمالا ترکیبش سرباز باشه و خب اگه سرباز باشه باختمون تقریبا 90%، چون ترکیب سرباز خیلی زره ترکیبی مثل پکا بریج اسپمه. آره بچه ها ترکیبش سربازه. یه پکا اینجا برم تا هلیکوپتر بگیره روش، یه لامبرجک هم میرم، کیجش هم اوه، احتمالا اوه دومش همون سرباز باشه. احتمالا اینجا سرباز دستش نبود، چون که اگه بود 100% با سرباز دفاع میکرد تیکر رو، ولی خب خوب دفاع کرد. اینجا بچه من زیاد اکسیر هدر نمیدم تا اکسیر برای همون خوکاش هم داشته باشم، خوکای سلطنتی. پس با یه ضرب دیگه اینا رو دمیج بینی که تاور بزنتشون. خب سربازش رو رفت، ما هم جلاد میریم. سربازش هم اوو بود فکر کنم، کیج ها سربازش اوو بود. اوکی بچه از اون طرف بخواد خوک بره، تاورمون رفته، همین هم به شدت اذیتمون کرد و خب ما هم کار خاص نمیتونیم بکنیم با این حمله، چون کیج اوو دستشه. مگر اینکه ما بتونیم این یکی تاور رو بگیریم، ولی خب احتمالا دوباره بخواد سرباز بود. خب خوبه ما هم تاورش رو گرفتیم، ولی خب میگم این ترکیب شدید ضد ماست، وان ایده ای واسه بردنش زیاد نداره. خب الان که اکسی دوباره بر شده، شاید بشه یه خورده یه کارایی کرد جلوش. ببین توی ترکیب سرباز شما تا اونجایی که میتونید پشت کارت مثل پکا رو پر کنید تا با یه سرباز نرینه تو حملتون، دقیقا مثل اینجا که خب پکا یه شات دیگه و تمام. بچه واقعا ترکیب زد زدیم و یارو باید خیلی نوب باشه با این ترکیب از پکا بریج اسپم ببازه، واقعا دست خوش. بریم برای مچ بعدی. تو اینم که مثل همیشه هیچی نمیده، برش کن. بریم واسه مچ بعدی. دوباره همون مچ قبلی، دوباره سرباز. یعنی من نمیفهم چرا باید چند دست پشت سرم بمون سرباز بده. سرباز الان متهای اونقدر جالبی هم نداره. خب بچه تاورمون برام که میره و منم ولش میکنم، به ادامه حمله ها میپردازیم. خب حمله هم به جا نمیرسه، پکا تقریبا جونش خالیه. خب من بدارم اینجا اکسیرامو برشه، تاور مینی پکا رو بزنه خود. یه حمله اینجوری میزنیم بچه، کم نمیاریم بازی رو باختیم. کم آورد. خوبه
مساوی شد دوباره. ببین بچه من تاور رو دادم چون مطمئن بودم کارش نمیتونم بکنم، ولی تو اونجا که تونستم توی حمله از سر حریف اکسیری کشیدم. و خب اینجا هم دوباره سرباز خود از ته بره، جلاد میریم. هیچی دیگه نمیرم فعلا، نمیخواد چیکار کنه. برای اون طرف من لامبرجک بس باید باشه فکر کنم. یه دشکو از این ور میرم تا لامبر مرد، ریجشو بده بهش. نگانایی داره پشمان. بچه خیلی عجیبه، امروزی بازی دیگه هم دیدم به مگاد سرباز با هم خورده بود. در روز اینا رو از کجاشون در میاد. یه تیر خوب اینجا. رامجا خودی همش رو تو دفاع خرج کنه، ولی خب دفاعمون نو دمیج انجام شد به جز کینگ تاور که فعلا زیاد مهمه. بچه کینگ تاور جونش خیلیه و تا وقتی که جونش از تاور بغلی کمتر نشه شما میتونید روی دمیج خوردنش حساب کنید. اینا که با یه پکا میگیرم جلاد یکی دیگه دمیج کردم. اینا حتی همین اول کار رو خفهش میکنیم. این همی که چونش اینجا. حالا یه دونه الکترولیزار اینجا میذاریم دیگه، فکر نکنم بتونیم رو دفاعش کنم. آره تموم. و این هم از مچ دوم که دوباره سرباز رو زدیم به راحتی. نخوره طرف بی هم میکنیم و بریم واسه مچ بعدی. اینا رو هم باز میکنیم. بریم واسه مچ بعدی. مچ بعدی اون آقای لوگان. اینم بین اون دو تای قبلی پس داره انگار جیدن. همه دارن پس رویال میخورن. وای بچه این فکر کنم این ترکیب متا جدید است. وای آره همونه. این بچه ساکرش خیلی سریعه و خیلی هم سبکه و واسه ترکیب مثل من خیلی بردن جلوی سخته، ولی خب ما که دوتا قلبی زد زدیم اینم ببینیم خداشی میخواد. این ترکیب متا جدیده و خب در حال حاضر اگه میخواید بچینیدش واقعا واسه چالش اینا حرف نداره، ولی خب تحقیق ترکیب متا بشه 100% نرف میخوره دیگه، درست نمیگم. وای چرا این ترکیب باید تا دوباره برعکس دوم بیارن که فکر نکنم بشه. طرف $5 داده این ایموت رو خرید.
وای بچه‌ها توی چند ویدیو قبلی هم تعریفی اون خود ازش باختیم. اون موقع دقیق ترکیبش نمیدونستم، ولی الان فهمیدم ترکیب متد و خب کارش من نمیتونم بکنم یه همچین ترکیب سایکلیو. فکر کنم شمامت اول بازی این بود که فقط میخواستم کارتاشو بگیرم و از سایکلش جای موندم. مثلا به این ترکیب خوردید شما دفاع رو بذارید کنار و از اول بهش حمله کنید. مثلا اگه طرف مثلا وال بریکر رفت، شما هی نخواید جلوی کوبیدنش رو بگیرید، چون مثلا پشتش بوش میندازه، گوبلین نیزه میندازه. شما مثلا بذارید وال بریکر بکوبه و خودتون یه حمله بزنید. اینم یا باید وال بریکر باشه یا باید بارون ساکری چیزی باشه. خب نقطه قوتمونه که تاورش دگره. تاور دگر جلو ترکیبای سنگین کم میاره. سری پکا از عقب بریم ببینیم ترکیبش دقیقا چیه. من این رو لامپرجک هم میرم و دشکو با از اون بر میرم. به بچه تاور دگیر رو یه بر اون بر از درش کردم. ما دو طرف ازش جلو افتادیم. وقتی دو طرف جلو بیفتی یعنی فرقی نداره حریف از کدوم طرف بهمون حمله کنه، باز برتری با ماست. ما میزنیمش بچه، خیالتون راحت باشه. ولی خب این برله وش میتونه خوره رو مخمون بره. تا اون موقع خدا بزرگ است. جلاد آماده میکنی برله برو رفت بزنیم. برله جوانی پشمان. گوبلین گنگ هم بره اینجا. مرسی تموم. تاورش رفت و یه مچ زیبای دیگه بریم واسه نچه بعدی. باخت قبلی حیف شد، عقبمون انداخت. یعنی اگه بخوایم توی این ویدیو رنگ بعدی رو بزنیم خود زمان برمیشیم. واقعا کلش رو داره بهمون حریفایی میده که زیاد رو مخمون، یعنی خیلی رو مخمونه. حالا مثلا این بازی خوب بود ولی سرباز بعد ترکیب جدیده واقعا ترکیبای رو مخی هم. احتمالاً تا پلی 6 بتونیم بریم جلو با این بس. نمیخوام زیادم تایم ویدیو طولانی بشه آخه. یه راه مثلا از اینجا شروع میکنم بازی و ببینیم چی میندازه دقیقا. خب دیگه حمله بهش میزنم. زبا آماده میکنم تا اگه خوردیدی چیزی انداخت بشه از پکا دفاع کرد. وای بچه ها فکر نمیکنم ابیلیتی بعدیش برسه. هنوز نفهمیدم دقیقا ترکیبش چیه.
یعنی اگه باشه من از این ترکیبا زیاد ندیدم که کوینو براره با ماینر بیاد. والکریو این شکلی دفاعش میکنیم. برش کن هیچ چیز دیگه این نمیدم چون کوین میخواد بره. به الان جفت اوام دستمه و میرم برای یه حمله. دقیقه وال بره که ایوو خیلی رو مخه. اگه دقت کرده باشید مجبور شدم برای 2 اکسیر 5 اکسیر بدم و این واقعا ضرره. راه زنم که عقب مونده است. واقعا ترک رو مخیه. برج بوم من آخری سگه بچه آخری جون داره و بسملش هم میزن. پویزن هم که داره جون تاورمونم که کمه. هیچ دمیج هم که به تاورش نوادیم. خیلی هم عالی. ترکیبشو تا الان ندیدم ولی عجب ترکیب سایکلیه. چه عجب بالاخره اگه تونستیم یه دمیجی هم بهش بدیم ولی خب فایده نداره باختیم دیگه. من دارم حالا که زجه میزنم. این هم که ترکیش پر اسبل اسنوبال هم داشت حالا استفاده نمی‌کرد. الان سریع سایکل میکنه و پویزن بعدی میاره دستش یا ماینه رو. تمام جی جی بچه ها. واقعا حتی شانس نزدیک شدن بهش نداشتیم. خیلی ترکیب رو مخی بود. بریم واسه بطل بعدی. خب زیاد کارت خوبی واسه شروع دست نمونید. از بهتره خودمون واسه دفاع آماده کنیم. نمیدونم تو دمیج علکی نخورم. به کارتمون هم بچرخه. تا اینجا ترکیبش میتونه لاگ بیت باشه. میتونم مثلا ایکس بوی چیزی. وای بچه ها قربستونه ترکیبش. اگه با ویش باشه که 100% باختم. این محمد لایت هر اومی براش این ترکیب ساخت که کل به گابلین هم گذاشت رو ویشه و دهنه ما رو سرویس بود. وای این ترکیبو چیکارش کنم. این خیلی ضد ما هم نه و الان ضد همه یه ترکیبای تو بازیه. ترکیب متاز من که ویچو خیلی نرف کردن ولی خب این داشتمون هنوز از ویچه و رو نمایی نکرده. نمیدونم داره یا نه. ما از عقبی حمله میزنیم که بله ویچ هم داره.
کارتامون خوب جمع شده واسه یه حمله خوب، بنابراین اینجا هم تیرش میکنیم. وای بیچه وش رسید متاسفانه. وای بمیر دیگه. خب هر جفت واژه استفاده کرد. بریم واسه یه حمله دیگه. این دفعه میخوام یه دو طرفه بزنم. جلادم میندازم واسه ویچش، برش راه زن دشکو از اون میزنم یک خورده اکسیرام زیاد شه. مچ حساس شده ولی به نظرم میبازیم این مچو. میخواید با یه پکا روی پولو ببندم. دوتا ویچ یا خدا. بابا یه خدا. ببین تو این ویدیو نمیتونیم بریم لیگ بعدی، ولی خودتون شاهدید چه مچابی همون داده. بعد در این چیزی که میتونسته بده، یعنی این کاره امون صبح نباید دقت رنگ ها بیدار میشدیم. کیر یعنی تو مادر جنده اگه این ترکیب رو میچینه. بیم نکن حرومی، بیم نکن کیرم تو ترکیب. خارکوستا همچین ترکیبی تا دقیقه آخر نتونسته ببره تو. بیا برو کیری، بیا برو. گوزو تو همچین ترکیبی جامعه دانده از من کم داره با ترکیب متا، بعد اومدی گو خوری میکنی. بابا این چه مچ هایی من میده. این هم باید بیریج هستم دیگه باشه احتمالا. اگه بیریج هستم باشه من معمولا مچ های میرو رو میزنم. خوبه. میخوام بچه یه حمله صورتی این شکلی بزنم. خودی 4 اکسیر ازش کشیدیم. این ویزاردم ترجیحاً با اقلیت اکسیر دفاعش کنم، ولی یه ضربه هم زد فراسرتون. یه پکا از ته میریم چون دشگوش رو ازش گرفتیم و فکر نکنم کارتی واسه اسم الان دستش باشه. پشت پکارم من میخوام با
بچه وقتی دو تا پکا دارن رو در روی همه، الکترو ویزارد کارت خیلی خوبیه واسه ساپورت پکا، چون که میذاره پکای شما شات های بیشتری بزنه به پکای حریف. عالی الکترو ویزارد، عالی. وای وای نت یه رفته کنم رید. خب بچه همین کارت واسه ساپورت پکا کافیه. در گام بعدی میخوام پشمام، انتظار اینو نداشتم، واقعا انتظار اینو نداشتم. بابا آخه این چه حریفایی من میندازی ناموسم؟ آخه راکت چی میگو؟ یعنی اصلا کنه موازدهات من با همین راکتش به هم ریخت. خب بیریجست هم میندازی، بیریجست هم مثل آدم نمیندازه که. با بیریجست هم اسم میارن پویزن، زب، ریج، لاک، چیزای سبوکه، نمیارن راکت با این ترکیب بیارن که. آخه برگشت به همون جای قبلی. دلیل این که خیلی وقت رنگ نرفتم میرفتم خواب بگیرم همینه. تو رنگ همچه فضای سمی داره. نمیدونم چرا به بقیه یوتیوبرهایی که من میرم ویدیوهاشو نگاه میکنم میگن ترکیبای آدم برو جهانی میندازه، به من نموش معتاد. بچه این ایکس بود ولی خب من به هم نمه دوام میدم. خب جلو ایکس بود شما اینقدر کارت سنگین از پیکار اینجوری ول نکنید. جای ایکس با به کار من واقعا کارت درست حسابی ندارم دستم. خوبه اینو این شکل دفاعش کردیم، جلاد نمیذاریم تنها بره. یه لامبرجک هم بریم واسش که خب اونم با یک عدد نایت و اسپریت دفاعش مونه. خوبه تسلاش هم انداخت. الان پکا دستمونه واسه اینکه ایکس بوی بعدی و کاش با پکا دفاع کنیم. بچه ایکس بو کل قدرتش بستگی به اسکیل حریف داره. یعنی ترکیب واقعا فول اسکیلیه. خوبه. بزنش راه زن مرسی. احتمالا ایکس باید چپ بکاره، بنابراین من یه جلاد از این برمیم. باید چپ کاش ولی واسه دفاع کاش.
فعلا که جلو تنها کاری که بدیم نه که شل نگیریم جلوش. پکانس جون داره پس لامبره رو از این طرف میریم. تسلاش رو انداخت بنابراین دشکوب میریم. برای دشکوب مجبوره یا فایر بزنه یا ایکس رو راست هم بکوب. الان خیلی خوب از طریق جلویم، همینجور با آزم نگرم داریم میبریمش دیگه. جلاد از ته میریم. تکا دستمون از هر ایکس بکاش. خب مثلا تعریف عقبی داری ایکس با دفاعی میکاری. بچه دیگه کارش نمیتونه بکنه، عقبه و منم نمیذارم به تاورم دمیج بزنه. تمومه مچ براش، هر چقدر طولش بده وقت خودش رو من حرام میکنه. مچ براش تمومه با. حتی اگه اینجا هم وقت همون نشون پکا داشتم به نظر، یعنی اصلا فکر نکنید که الان هم میتونست تاور بزنه و خوبه حداقل قاطی این ترکیبا یه چرت و پرت تونستیم یه ایکس با هم بزنیم. واقعا حال میده اینجور ترکیبا رو زدن. و خب تا یه ویدیو هم رفته بالا، به نظرم یه مچ دیگه بزنیم و ویدیو رو همینجا تموم کنیم. وای نگو دوره همون ترکیب بازبندی تایی. لامبرلون بچه ها، لامبرلون رو مخ ترکیب مثل من که نه، رو مخ همه ترکیب است. به خب واقعا ترکیب این خیلی عجیبه. لامبرلون رو براش با بوش آورده. میود میخوام چیکار کنم اگه لامبر رو بکشم یه ور و با الکترولیزور بالونش رو بگیرم. فعلا یه جلاد میریم. به خب بالا یکی دوتا بوم میزنه متاسف. برای ما خوب دمیجی گرفتن، از این ورم میتونیم یه حمله بهش بزنیم چون اکسیر زیادی واسه حمله میده لامبرلون. وای بولر چقدر بولر، یعنی رو مخ ترکی مثل ماست چون که ما کارت ریز زیاده نیم. بابا بمیر دیگه سگ بدر. وای دوباره میخواد لامبرلون بره و احتمالا این دفعه تاور رو بگیره. ما باید اینجا حتما تاور رو بگیریم. وای چرا زب زدم، میخواستم لامبر برم. بکوب بزن. مرسی. پشمام.
پشما چیزی شد اصلا من نمیتونم حتی حرف بزنم با رو بازی تمرکز کنم. اگه یه خورده کم حرف بزنم تو همچین صحنا منو ببخشید، ولی خودتون از این ببازیم دیگه. سریع لامبر رو کینگ تاور میزنه. حرکت اینجاش اشتباه بود چون جلاد اینجا خوب کارت ها رو میگاد. وای کاش دوتا بوم نمیزد. بچه اگه این مچ رو ببریم با خوشحالی ویدیو رو تمام میکنم، با اینکه اصلا تو ویدیو گوی نخوریم چون خیلی از کونه بردیم. پکا یه ضربه باختیم. وای اگه اینجا بالون بمب نمیزد برده بودیم، چون اونورا نمیتونست دفاع کنه. باختیم بچه‌ها، واقعا با ناراحتی بعد ویدیو رو تموم کنم. ولی واقعا عجب مچی شد. این مچ خیلی دوست داشتم ببریم، متاسفانه آخر کار این بالون تاورا زد. من فکر نمی‌کردم 9 ساعت مونده باشه، فکر می‌کردم بیشتره. حیف شد دیگه. خب بچه‌ها خیلی ممنون که ویدیو رو تا آخرش دیدید. اگه خوشتون اومد حتما لایک رو بزنید و با کامنت های دلگرم میتونید از من حمایت کنید و تا ویدیوی بعدی خیلی مخلص.